بعد دوستان عزیز سلام. الان اون لب دریایی بود نشون دادم، احتمالا این ویدیو بعد از اون لب دریا هست. آره میخوایم بریم تو عمق جنگل های سوئد نشون نکن سر صدا جنگل های بعد دوستان عزیز سلام. الان اون لب دریایی بود نشون دادم، احتمالا این ویدیو بعد از اون لب دریا هست. آره میخوایم بریم تو عمق جنگل های سوئد نشون نکن سر صدا جنگل های سوئد رو بهتون نشون بدم. آره نگاه کنید. آره اینجا هیچ فرق زیادی با شمال فکر کنم نداره. آره ادیتور، این ادیتور ما رفیق ماست. این درخت رو میبینی ادیتور تا اون تا خودتون دیگه میدونی. بچه هایی که جواب منو میدونن تو کامنت بنویسن منظور من چی بود. ادیتور این درخت رو میبینی از این برآمدگیش که باریک شده کمرش تا اون بالا. خودش میدونه چی گفتم، شما اگه میدونید کامنت بذارید. سوئد رو بهتون نشون بدم. آره نگاه کنید. آره اینجا هیچ فرق زیادی با شمال فکر کنم نداره. آره ادیتور، این ادیتور ما رفیق ماست. این درخت رو میبینی ادیتور تا اون تا خودتون دیگه میدونی. بچه هایی که جواب منو میدونن تو کامنت بنویسن منظور من چی بود. ادیتور این درخت رو میبینی از این برآمدگیش که باریک شده کمرش تا اون بالا. خودش میدونه چی گفتم، شما اگه میدونید کامنت بذارید.